دوستانی که از اکسپلور ما رو مشاهده میکنن لطفا این پست حمایت کنید به دست ترامپ و قمارباز برسه که دیگه برای خلیج فارس خطی نشون نکشه. ترامپ قمارباز کله زرد اومدی فتوا دادی میگی خلیج فارس باید بشه خلیج عربیه. بیا آناناس درسته ما توافق کردیم گفتیم یه 22 بهمن نمیدیم مکبر آموزه قرار نشد دیگه از ما سوء استفاده کنی شما کاری نکن یه اکی و پاکتش بفرستم بیا دیگه کاخ سفیدو بکنه حسینیه براتا. اینم بهت میگم بدون هر موقع شیر شطور ماست شد چوب کج راست شد اون وقت خلیج فارس ما میشه خلیج عربیه برای شما ملخ کلاه. اینو به تو میگم ترامپ قمارباز تو که هیچی برو به اون بالا بالاییات هم بگو خلیج فارس همیشه فارس بوده و فارس خواهد ماند. یا علی خلیج همیشه فارس.